نکن پختی که یه نفر صحبت میامدن اینجا نگاه میکردن خوش میشدن. پیختی کرده؟ دم یک رو تو زنش میکردن تا صبح تا روز بعد دیگه چی غذای دیگه نداشتن همون. آها اینجا پیختی درست میکردن و میخوردن نه؟ نه پختی کار جوش میدادم رفتم خوش میکردم قلی خوش میکردم درست. اینجا نگاهش خوش میشه. خونه کلاقوتی نه کلاقوتی برفی چیزی آمد روش ما نست بشیم در بیاد یعنی میشه داخل این خونه رفت حالا؟ داخل میشه اما الان که داخلش اسفند بریم ببینیم پس اسفند در مسکن ما داور جان الان می اینجا قبلا زندگی میکردن اینجا آره آدم زندگی میکرده تو اینا؟ اینا جای نابود دیگه داشتن که خونه‌شون خراب بشه چی شده یه بار دیگه؟ خیز نشه. آها جا ناودون آبه آها چه جالب اینجا یه مکتب دخترانه مدرسه است آره؟ مدرسه دخترانه است؟ این مکتب پسرانه این دخترانه مدرسه بود آره؟ الان مدرسه نیست نه؟ الان که نه این در اولین داری که در اماخری آمده همین در فلزی از افغانستان واجب بوده مکتب پسرانه این هم دخترانه اینجا درس میخوندن بچه ها آره؟ دخترانه او پسرانه اینجا دخترانه بوده آناش میذاشتن کلا مدرسه دینی بود آره؟ سرتون اینجا یک سوراخه چیه؟ اینجا زیرزمینشه اینجا یک زیرزمینیه خب که قدیم میرفتن ترکمن‌ها که حمله میکردن میرفتن میامدن چیزای اینا اینجا میرفتن قایم غذایی نداشتن میامدن اینجا غذاشون میگرفتن میخورن اما کاتخدای قدیم میگفته بریم فصلا تو یک زیرزمینی قایم کنین اینجا زیرزمینی این زیرزمینی که غذاشون قایم میکردن قایم که بکردن نمیرفتن خودشون جای کو آدم چیزاشون کاتخونه قدیم با شمشیر میرفته جلوشون آدم بدیده که همشهری هستن سه میرفته میگفته رفقا بیا اینا که همشهری این پسر دخترانه بود داره؟ یعنی مدرسه هاشون هم جدا بوده دختر پسرش اینجا موزه است آره؟ سنگ فسیل آوردیم بفر جان؟ سنگ فسیل آوردیم سنگ چیه؟ دلو سنگ شد اون نشده الان اینا رو آورده برید فروش باش حالا باش الان پول با هم همراه نیست بعد بریم کنار ماشین چش بریم ماشین این تنوره؟ میکتونی بزنیم اینجا این تنوره آره؟ بله نه بریم دقیقیم نون میپختن نون میپختن توش الان نمیپزن؟ الان که میپزن تو نیروز که گردشگر زیاد میاد برای نون محلی برای فروشی این هم که شمارش مونده شمارش سنگ زنید بیاد درخواست کنید بد میاد این دست اینجا هم که جای غذاهاشون دوغاشون پسندهاشون اینا رو داخل اینجا جوش میدادن بودم اینجا یعنی اجاق گازه؟ آره با آتیش درست میکردن و دوغاش جوش میدادن و ورود میکردن عجب اینم خونه اینجا هم کتی خونه اینجا خونه سایمون داره یه بار دیگه بگو اسم خونه چی بود؟ اینجا قدیم اولین خونه بزرگترین خونه که در ماخونه ساخته شده همین بود اسمش چیه؟ این خونه
کاکوتی گفتی؟ قلاقوتی ایناست اما اینه خونه جدیده. آها جدید از اونا جدیدتره. من اینو گذاشتم که چی سایبونش باشه. این هم نشستن به روی این قبل سخته. اینجا در چوبی از درخت بنه با نخ میرفتن اینطوری از نخ میگرفتن میرفتن از کو اندازه شو میگرفتن میرفتن درخت کو از درخت بنه درست میکنن از دو زیر همین بودن هر کی درست میکردن در خودش میکردن از نکن باز میکنی؟ اتناش برای از در از شاخش برای آتیش از برگاش برای گوسفنده و خودش برای خوردن. یعنی قد آدما اینقدر کوتاه بوده که از این درا میرفتن داخل. اونم قدیم همسر ما بودن خب همسر من بودن خب اما نه همین چوبایی که در خونه‌شون میآوردن چینی کمرشون رو پشت می‌دادن کمرشون اینطوری قوزه که میشد دیگه می‌خواستن داخل وارد بشن اینطوری کمرش لا کردن من بعد عادت کردم خونه هم کوچیک رو ساختم خب این اسمت چیه دختر جون؟ صالحه. چی؟ صالحه. صالحه. اونجا یه یخچال بوده. یخچال روستا بوده اینجا آره؟ اینو یخچال چیزای عمومی قدیم که اینجا استفاده برای روستا میشده. یخچال عمومی کلی روستا بوده. یخچال باگه. هر چیزی مواد غذایی نمیخواستن خراب بشه می آوردن اینجا آره؟ نکن تو این که گوزه داخلش گندم جو میکردن داخل اون شرقا میچخوندن اون هم تقشارشون بوده این ور یخچالشون روزی که بحث میامده تو این کوزای این ور چی میذاشتن؟ همون یخچالش بوده چی میذاشت؟ چه مواد غذایی؟ گوشتا روزی که بحث میامده داخل میذاشتن اینجا جای چی بوده؟ اینجا اینو تقشارشون فساله یه خورد زیادش اینجا میشه آها وساله خورده اینجا میشه اینم یک سرافیستی بوده چی بوده؟ سرافیست بیداشتی مردی میرفته چادرش میرفته مرد میرفته کلاش از چیزی اینجا آره زنی میرفته چادرش از چیزی انداشه یه چادر میذاشته که مثلا اینجا یه خانم داره اگه چیزی نداشته اینجا شعر یا صدا نکنید درست یعنی چیزی هم همراهش نبوده شعر میخونده چیزی اثرش نبوده دیگه شعر میخونده که بفهمن که مثلا کسی اینجا در مخلوق ساختش نمیده هم اولی خونه این بوده نکن این که خطایی بوده از طرفای زادان آمده از طرفای زادان خب آمد به اسم احمد کندک بهش گفتن که مخنیک که انتخاب میکنی یا اصلا بیشه در میان را گفته مخنیک بهش گفتن مثلا بهش گفتن چرا بهش خندیدن گفتن چرا مخنیک گفته که سرسبز یک بار خونه بسازم شاید بیان همین خونه رو ساخته اون خونه که هست چوب روش به عنوان کلورش کردن میرن روش آب میریزن نیم ساعت دیگه میرن داخل یخ میشه این یه خونه اینجا ساخته یه خونه هم اونجا واسه کولر اینو خودشون قدیمی خودشون اینا برای بهش یاد داده که اونو یاد بگیره الان دیگه همه خونه ها اولی خونه پس این بوده آره
اینجا چند نفر آدم زندگی میکردن مثلا؟ قدیم که خیلی بودن، هزار تا رد بودن. نه تو هر خونه مثلا چند هر نفر خونه زندگی؟ یک خانواده بود. نه یه خانواده چند نفره مثلا؟ این پنج کوچولوه نفره، که 10 نفره. 10 نفر اینجا بله. زندگی میکردن. الان شما یک زنی هست زندگی میکنه. خب خب شما اون نشون میدن ترجمه میکنه. بریم حالا. اونجا الان بریم. پیرمردم اونجا. اینجا چی بوده؟ مسجد بوده؟ آره، اینجا کفشاشو میذاشتن. اینجا هم بود قبل اذان. اونجا اذان می‌کنه. پنجره الان میشه رفت بالا. بله. یعنی اینجا نماز میخوندن آره؟ نه داخل خودش. داخل خودش درش گذاشت. الان که رفتن سیمان کردن و درش اینجا. درش از این طرف. درش هم همینجا بوده. درش بود. الان هم مطلب کلاس نماز کردن. اونایی که نماز درش عوض کردن آره؟ قلب کردن. آره. میگم درش چوبی درش بوده، چوبی آنی بوده کردن. آره؟ اینجا هم که جدیده. الان اون ور چیه اونجا؟ اونجا آقال گوسفندا. آقل گوسفند از قدیم بوده آره؟ الان شب میاد همینجا کلاس نماز قرآن. اینجا شما شب میان قرآن میخونید؟ آفرین. مسجد قدیم. چه روسری خوشگل داری. اسمش چیه؟ اینو به خاطر آفتاب زدن آره؟ نه از مکه میاد. اینا از مکه میاره. مامانش رفتی مکه؟ ها چیز مکه. آفرین. الان بهش مادرش میگن خیلی روسریش خوشگله. اینا نمورده. چقدر خوشگله. اونم از مکه آورده آره؟ خیلی قشنگه. بدن همین فوت کرده. خدا بیام. اونم رفته مکه. خدا رحمتش کنه. اینجا همین یک سرامله بوده. بزرگترین سرایی که در بزرگترین بوده همین سراش. بزرگترین خونه این بوده؟ اینقدر کوچولو؟ سراش. آها یه حیاتش. حیاتش. این خونه برای زور که میشده هوا شما. یعنی آدما اینقدر کوچولو بودن از این در میرفتن داخل؟ آره الان که یکم اینجا فش پاشته. عجب. بعد از زور که میشده هوا شمال میشده. خب میبینن اینجا سنگ گذاشتن. خب برای اینجا میرسن برای ازدواجی چیزی میخواستن صحبت میکنن. همینجا می اومدن. سری نگاه اینجا چی بوده؟ خونه پیرزنی قدیمیه. الان هستن؟ آره الان بهش بگن غذاش مقدم چی بوده دیگه. همین چند بچه داری؟ چند ساله هست؟ یالا سلام از خانم. سلام. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ خسته نباشید. الان همینجا زندگی میکنین شما؟ بله. این واسه گوسفند است؟ نه اینجا برای خونه شوهر محل شوهرش بوده. خب نه الان دیگه رفته داخلش علف کرده نرسته. الان شوهرش فوت کرده. 2 سال شده از مادرش فوت کرده دیگه تنها مونده. آخرم عروس شده شوهرش فوت کرده یکی مونده. آج خانم میتونم از داخل فیلم بگیرم؟ یکی بلند. خوب هستین آج خانم؟ خسته نباشین. همینجا زندگی میکنین؟ آره؟ همینجا زندگی میکنین؟ یکی بلند. نمیدونه صحبت کنه. نه میتونه یکی بلند بگه. آج خانم میگم همینجا زندگی میکنین؟ آره؟ تنها؟ خدا مامانه. خودت چی میگه؟ یه خدا با من.
خدا بله اون که 100%. آره 100%. چقدر خوب. اینجا چه غذاهایی قبلا درست میکردی؟ هرچی پیدا شد. هر چی پیدا بشه. مثلا چی؟ مثلا چی؟ هرچی پیدا شد. اینجا چی بوده؟ اینجا خونش. این هم اتاق خونش بوده. آره. یه چیزی بین بدی. من تو ماشین پول دارم بعد بهتون میدم بعد بهش بدین. آره. ماکو. این چیه؟ این چیه؟ اینجا یعنی اینا کنه چیزاشون اسمش چیه؟ قرطاشون روش. الان چیزی هست میشه باز کنی؟ الان دیگه تمام شد. بریم به چشمه. الان دیگه با ماشین بریم چشمه. چند بخونی چون اونجا قلعه بود. آره. آره دو تا نگمون بودن که سوالی یا چیزی گم میشده رفتن روش داد میکشیدن خب که بقیه بفهمن. اینم کوچش. این کوچشه. اینا همه اتاق خونه بوده. آره عجب. این هم اتاق خونه بوده؟ یعنی آدمای اینقدر کوچولو بودن از اینجا آره میرفتن؟ میگه یک کمی آمده بالا. آها یعنی درست. اینجا مدره قدیمیش. جدیدش اونا که به پسرش میرسه خونه نه نه پسرش میکنه یه خونه بزرگ به شکلار بود. اینجا هم یک سکه. سایه که نمیگیره اینجا ما. یه قلعه. اینجا قلعه نگهبان نیست. آها. اصلی میترسه پیش اصلی میترسه راسو کیه اینجا یه قلعه است که بیمارستان میگه خب بیمارستان هم داشته اینجا؟ کجاست بیمارستانش؟ بیمارستان با ماشین میره. اینجا یک بیمارستان میده خب خب یعنی هر کسی مریض میشه اونجا میبردن اونجا قرنطینه میکردن بودم عدیدی ما یک دارو درست میکردن بهش میدادن چی اصلا من اگر که میخواسته اون یک دارو درست میکردن بهش میدادن خوب شد نشد میرفتن اونجا که میمرده همونجا آتش میکردن اینجا دو تا نگامون بودن همونو میفهمیدن میرفتن میگفتن به مردم که اینجا اتفاق افتاده بیا بریم اینجا میرفتن اونو خاک اینجا می قلعه بوده که میتونیم بریم روش کل اینجا رو بگیریم بالا میشه اینجا رفعه داره
کولره درسته؟ نه چیه؟ اینا میرفتن خاشاکش میذاشتن خواه میرفتن خاشاک میذاشتن خواه میرفتن خب یک سرابش هستش آب نداشتن که بریزن روش گل بریزن گل در مثلا میذاشتن همینطوری هم بارش و برفی چیزی میامده روشون اینا گل میشد گل میشده یعنی سقف به عنوان سقف خونه استفاده میکنه. اسمت چیه شما؟ احسان. من اسم تو چیه؟ نوردی نوردین. چه خوشگل. چی؟ حبیب. آفرین. کی رفتی تو بالا؟ اینجا نیست آب اینا از کوه میاد داره؟ آره هنوز آبش قل نشده آبش تمیزه؟ آره بله از اون سرش دیگه کاش قوری رو میآوردی آب میکردی. این آب اون قومیه آره آب داره. قومیه دنیا دیگه بدی بیشتر محصولی که در مخنه یا زمین رو اینا درخت عناب آره؟ فقط عناب اینجا کاشتن. جای دیگه از زرد چیزی نه آره بگو. چی شده؟ زنبور هم یکم آب داشته بذار همون روش بذار خوش میشه. بچه ها زیاد بچه
نه اینقدر زحمت کشیدی باید بخوری. خودش من میخورم من میخورم. Bravo.